برای اینکه غیر معمولی به نظر نیای و خاص باشی میتونی از راهکارهای زیر استفاده کنی. پذیرش خود. قبول کنید که شما یک فرد منحصر به فرد هستید و نیازی به این نیست که مانند دیگران باشید. خودتان را دوست بدارید و برای ابراز ویژگی‌ها و استعدادهایتان با اعتماد به نفس عمل کنید. نوآوری. حالت غیر معمول نیازمند نوآوری و خلاقیت است. تلاش کنید برای کشف راه‌های جدید برای حل مسائل، طراحی پروژه‌های خاص و ایده‌های خلاقانه باشید. پذیرش تفاوت‌ها. به جای تلاش برای تطبیق با انتظارات دیگران، ارزش تفاوت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را بفهمید و بپذیرید. به جای تلاش برای بودن مانند دیگران، به عنوان یک فرد شخصیتی منحصر به فرد به خودتان افتخار کنید. برقراری ارتباط معنادار. با دیگران به صورت صادقانه و عمیق ارتباط برقرار کنید. به اشتراک گذاشتن ایده‌ها، تجربیات و علاقه‌های شما می‌تواند به شما کمک کند تا در بین افراد دیگر به عنوان یک شخصیت غیر معمول مشهور شوید. آموزش و یادگیری مداوم. تلاش کنید همیشه به دنبال یادگیری و به روزرسانی دانش خود باشید. علاقه‌مندی به موضوعات جدید و کشف دانش‌های نو و نامعمول می‌تواند شما را از دیگران متمایز کند. شجاعت در برخورد با ترس‌ها. به ترس‌ها و محدودیت‌های خود مقابله کنید و شجاعت لازم برای رسیدن به هدف‌های شخصیتی را داشته باشید. تلاش کنید از ناحیه راحتی خود خارج شوید و با چالش‌ها مواجه شوید. بیشتر از همه به خودتان و ویژگی‌های منحصر به فردتان اعتماد کنید و برای بیان آنها با اعتماد به نفس عمل کنید. بودن غیر معمول نیازمند شجاعت، خلاقیت و قبول تفاوت هاست. توسعه مهارت‌های ارتباطی. مهارت‌های ارتباطی قوی می‌توانند شما را در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران یاری کنند. تلاش کنید مهارت‌هایی مانند گفتگوی مؤثر، شنیدن فعال و بیان قابل فهم را بهبود بخشید. سلامتی و ظاهر بدنی. مراقبت از سلامتی و ظاهر بدنی شما را جذاب‌تر و اعتماد به نفس بیشتری به شما می‌دهد. به سبک زندگی سالم توجه کنید، ورزش کنید، مناسب بخوابید و تغذیه مناسبی داشته باشید. خلاقیت در استفاده از زمان را به خوبی مدیریت کنید و از آن بهینه استفاده کنید. تعیین اهداف، برنامه‌ریزی مؤثر و بهره‌وری در انجام وظایف می‌تواند شما را از بقیه متمایز کند. انگیزه و اشتیاق. نشان دادن انگیزه و اشتیاق برای دستیابی به اهداف شخصی و حرفی‌تان می‌تواند شما را در چشمان دیگران جذاب کند. نشان دادن پشتکار، اراده قوی و روحیه مثبت باعث می‌شود که دیگران از شما الهام بگیرند. با این راهنماها و نکات می توانید جذابیت و جذب نظر دیگران را بهبود بخشید و در میان مردم برجسته شوید. همچنین به خودتان و شخصیتتان اعتماد کنید و به خودتان واقعی باشید، زیرا همین یکتایی شما را جذاب می سازد. خب رفقا، این ویدیو هم به پایان رسید. اگر خوشتون اومد لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید.